برادر ما سوال کرد چی کاری بکنیم که خشیت و ترس خدا در قلب ما جای بگیرد. هر قدر که ما برادر عزیزم علم ما کم باشد و اسما و صفات الله متعال، به همون اندازه از خدا کمتر میترسیم. پس اولین قدمی که ما اگر خواسته باشیم از الله بترسیم، علم به اسما و صفات رب ما را بیشتر باید بدانیم، معانی اسما و صفات الهی را بیشتر باید تذکر بدیم و دو، ذکر خداوند متعال و تلاوت قرآن کریم را مداومت ببخشیم. عبادتی که میکنیم اگرچه کم بوده باشه ولی درست انجامش بدیم. رکوع ما، سجده ما، تلاوت ما این باید زیبا باشد. در مجالس صلحا بیشتر باید بشینیم. هر قدر که امرایشان بیشتر ششتیم به همون اندازه معرفت خداوند متعال و ترس خداوند متعال در دل ما بیشتر جای میگیرد. چقدر که میتونیم مرگ را به یاد بیاریم و میبینیم که دنیا گذراست، کسی دیگری ما را میشوید، کسی دیگری ما را در خاک میگذارد و همه چیز را ما ترک میکنیم، مثل که آنانی که قبلا وفات کرده از ما اونا ترکش کردند، چی امرای خود بردن که ما امرای خود ببریم و با محاسبه الهی رو برو میشیم. و این چیزا که ما فکر بکنیم ترس خداوند متعال در دل ما جای میگیرد. در عین شکلش نعمتهای پروردگار را بر بالای خود حساب بکنیم. الله به ما عقل داده و چشم داده، زیبایی داده. او طرف ببینیم که یک نفر چشم نداره، یک طرف گوش نداره، یک نفر پای نداره. الله ما را از او قرار ندادد. این رحمت خداوند متعال، نعمت خدا را که بر خود حساب بکنیم و طبیعتا رابطه ما با خدا جور می شود و زیبا می شود. و تلاش باید بکنیم که عمر خود را چقدر که با این چیزا گرفتار بکنیم و مصروف بکنیم، با امو اندازه رب ما خود را برای ما معرفی می کند، صفات خود را به ما معرفی می کند و طبیعی است که جهل زدوده می شود، معرفت می آید، معرفت که می آید طبیعتا خشیت می آید.